اومدی مردک جان بیای. مردک جان بینید خوراکی دوست داشتهتون را آماده کردم. رحمان بایشتی شد مردک؟ این چی خیلی خوره، نه مزه دارد نه لذت دارد. شوخی نکنید مردک جان. چی خیلی شوخی؟ یک بار چشیده بین من با مسخره بازم بطره شوخی میکنم. مزهش بد نیکو مردک. چی؟ من خوراکی مزه‌دار از بی‌مزه فرق کرده نمیتونم. ها؟ 5 سال شد با هم زندگی میکنیم. یگان بار میشود که یگان خوراکی بالذت آماده کنی بیاری؟ ها؟ نه خوراک پخته میتوانی، نه لباس‌ها را درست شسته میتوانی. زنی بی‌هنر. مادرم دوی میگفتند که اگر مردک دوست ندارد برایش جانت را هم فدا کنی بیفایده است. و مادرت از پند و اندرز گفتن نمیشد خوراک پذیری یادت میداد، لباسشویی را یادت میداد. یا اگر نزنی مادرم این خیل گفتن مادرم اون خیل گفتن. چی مادرت یگان فیلسوف بود؟ یگان کاری من در نظر شما نمیتابد. زنک هستی با دلم از این قری میکفید. دیگر این شوخی های جدی نکنید مایلش. تو با مردن نرود عادت طفلی زیسته. گر به پیری برسم شوخی گهواره کنم.